ادامه برنامه. یک سازمان حامی حقوق روز 8 مارس در گزارش راجع به خشونت و جبر و ظلم به زنان در تاجیکستان گفت که حکومت با وجود قبول برنامه‌های زیاد نتوانسته از پیش بدرفتاری و ظلم و ستم به زنان را بگیرد. همکاری بین المللی برای حقوق بشر که در بلژیک قرارگاه دارد در یک گزارش زیرنامی بعد ازدواج زندگی من تمام شد گفته است حکومت تاجیکستان برای پایان دادن به این تمایل بد باید کاری بیشتری انجام دهد. همکارم زرنگیز نوروزشاه این گزارش را آموخت و در استودیو با ماست. زرنگیز، مؤلفان این تحقیقات درباره مقیاس خشونت به زنان در تاجیکستان چی میگویند؟ بله، سلام بیننده عزیز. مومین در این گزارش آمده است که مثل سالهای پیش معلوم کردن مقیاس جبر و ظلم به زنان در تاجیکستان مشکل است. زیرا حکومت آمار کامل درباره بدرفتاری و زورآوری به زنان را نشر نمی کند. عین زمان خود زنانی ستم دیده از ترس افکار جامعه یا گپ مردم و اطرافیان و هم از ترس انتقام به جای مراجعت نمی کنند. اما در این گزارش آمده است که هر دومین زن تاجیک در یک دوره عمر خود لط و کوب شده یا تحت فشار روانی و اقتصادی شوهر یا اعضای دیگری عائله مانده است. در این گزارش نقل چندین زنی را آوردند که چگونه شوهر آنها را بیرحمانه زده از خانه رانده است و یا کودکانشان را گرفته نشان نمیداده است. زرنگیز، آنگونه که میدانیم حکومت تاجیکستان چندین برنامه برای ریشه‌کن کردن تبعیض و خشونت به ضد زنان قبول کرده است. آیا این برنامه‌ها ثمر دادند؟ نگاه مردم به مسئله تغییر یافته است یا نه؟ در تحقیق تازه درباره خشونت به پژوهش دیگری تکیه کردند که یونیسف یا بنیاد حمایت از حقوق کودکان انجام داده است. در این پژوهش از سال 2022 بیشتر از 75% پرسیده شده ها گفتند خشونت نسبت به زنان و دختران در تاجیکستان زیاد پهن شده یک مشکل جدی است. اما نقطه نگران کننده این است که تقریبا نصف آنهایی که نظر دادند گفتند زدن و عذاب دادن زن در خانه کاری خصوصی عائله است و نباید کسی به آن دخالت کند. قسمت زیاد یا 41% گفتند زدن همسر کاری بدی نیست و مثلا شوهر میتواند زن را برای اطاعت نکردن یا جنجال و دعوا و یا حتی برای سرپیچی از همخوابگی بزند. در تحقیق گفته شده است که چگونه والدان دخترانی از 15 تا 17 ساله‌شان را عذاب روانی میدهند و از صنف نو از مکتب میگیرند و تا زودتر به شوهر بدهند. در این گزارش گفته شده است که مقامات انتظامی تا کجا شکایت‌های زنان جبر دیده را جدی می‌گیرند و با آنها رسیدگی می‌کنند؟ بله، یک بخش مهمی گزارش درباره رسیدگی مقامات به شکایت‌ها از خشونت به زن و دختران است. اما در اینجا هم تقدیر زنان بد بوده است. چون آنها بعد مراجعت به 100 بلای دیگر گرفتار می‌شدند. مؤلفان گفتند وقتی یک زن تاجیک از ظلم شوهر یا عضو دیگری عائله به میلیسا شکایت می‌کند در آنجا برعکس خودش را گناهکار می‌کنند و به حالش می‌خندند. با گفته آنها هنگام این کار مقامات میلیسا یا حتی دادگاه به جای کمک به زنی جبر دیده به او فشار می‌آورند که با همان مردی ستمگر یا کسی که زن را آزار و اذیت داده است آشتی کند. با نظر داشت این همه سازمان همکاری بین المللی برای حقوق بشر که در بلژیک قرارگاه دارد از حکومت تاجیکستان خواسته است برای ریشه‌کن کردن خشونت بر ضد زن تلاشی بیشتر به خرج بدهد. تشکر همکارم زرنگیز نوروزشاه درباره یک گزارش تازه راجع به ضد خشونت بر ضد زنان در تاجیکستان صحبت می‌کرد و گزارش کامل را در این باره می‌توانید در وبسایت azadi.org بخوانید.